هلو گایز، چطور بچه؟ خوش اومده به یه ویدیوی دیگه. امروز بعدیم با هم پارت 4 آنچارتد 4 یعنی عاقبت یک دوز رو با هم بازی کنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون میاد. لا سبب آقا بریم. باید بریم اونجا دیگه داشت. اینجا لباسشو دارم تنگ داشت. تنگ دوست دارم. Sam, you there? آقا آقا چایدی ساری همون اونی که ریش داره پیرمرد ماننده. ها همون میگه که داداش یک زنه میره پیشش میگه داش چه خبره اینا بعد میگه ها اینا من یه دفعه بینه این زنه یه شریک داره. کیه شریکش؟ همون شریکیه که با این سم و با این نه چی بودن که با هم گنجا پیدا کنن. حالا این برخلافش در اومده. نگاه الان میگیرم اینو ها دیگه اینجوری میشه که گوسفندا رو فروخت. هم این دو نفر میرن گوشش در میخورن بعد در اینه یه حیوان میبندن بیشو. Here we go. Now, where the hell are the cigarettes? Ah, crap. Sam, Sully, you there? Damn it, kid, where the hell یه زود دیگه بی وجدان چرا جواب نمیدیم؟ الان معامله شروع شده. بعد میگه ریف هم اینجاست، اون میخواد بخره، اون من تهدید مرگ کرد. ریف؟ آره ریف. میگه فقط 5 دقیقه مهلت بدی. 5 دقیقه شما که میشناسی لفت بدی لفت میدن، نه لفت بدی لفت بدم. فقط همین. بعد دنبال یه چیزی بگردین. آقا من از اینجا شروع میکنم چون همیشه نمیدونم چرا از اینجا حس خوب بگیره. یا اینجا آقا یک جا پیدا کردین فقط فکر نکنید همونجا باید باشه. یه بار جا به جا میشه، یه بار این ور یه بار اون ور. جواب هست. آقا پیدا شد بودو مثلث رو سری میبریم. مثلث خدای دزدم سم تو چراغ میاد. ای وای یه دقیقه وایسا. 5 برابرش کن. 5 برابر. We have 500,000 euros in the room. Does the gentleman wish to begin? فرما. اگه یه بار دیگه دستتون یه بار بالا حتما میکشتم. حالا دیگه میتونی شروع کنی برادر من. We are going once. Going twice. The night shall settle for 500,000. Ladies and gentlemen, please remain calm. The backup power will come on shortly. It's gone.
Kapak kaçapat. Move it! Get out of the way! Stop him! Hey, stop that guy! Fat, what are you doing? You let him get away! You speak Spanish? Sam, tell me you got the cross. Got the same business right here. Dozuymuş dadaş. Yeah, we really kicked the hornet's nest down here. Ballroom's locked down, security scrambling. Ona بعد بگی جان. Come to the driveway out front. Just follow the spotlights. پسرش ها قدیر باشه. بچه یه چیزی راجع به این آموزش بهتون بگم. میپری یک لوزه میاد میخواد پرشه، یعنی اینکه یکی داره نگاه کنه، داره پیدا کنه که شک کرد، زرد شد یعنی شک کرد داداش. بعد نشون میده زرد شد، دورش هم شرط میکشه که نشون میده که یکی بهت شک کرده، اونم کدوم طرف کیه. بعد نگاه رفت اونور، نگاه بعد شکش از ببینه اونور سیکشو میزنه. نگاه از این ور اونور. اصلا نگاه حرفه‌ای که باشه همینه. اینجا کسی نیست، فقط نگاه نکنه که اینور. حالا میپری اینور. این یکم یک گوشیم زنگ خورد، مادرم بود. چیکار کنم؟ آقا نگاه شوک چپا میگی رو به جلو. Ho visto qualcosa. Cosa sta? Ehi, trovato qualcosa? Non era چرت نگو، چرت نگو. رفیقم اینم چیه؟ همون نور. نرفت، همه رفتن اون Get a نرفت. good vantage point. ولی میری داخل عرفه قایم میشی. D'accordo. C'è qualcosa laggiù? Sì, penso tu abbia ragione. یه لحظه از سوتی دارم یه حواسم نبود. Trovato qualcosa? Niente, tutto a posto. Cosa hai trovato? آقا اینجا یه ماشین رد میشه خدا. Head to higher Nigga, ground una. at the barracks. Yeah. دیدی کسکم؟ دیدی؟ Okay. Everything's fine. No one got a good look at me. Just gonna play cool. Stroll right on out of here. این همون زنه که با سامانه این هستن. بعد اینو خفت میکنم میگه دست تای اینا بعد شروع میکنم به درگیری آقا. Oh, I see my reputation precedes me. اصلا منم میدونی Telegraph so much. بزن بی وجودی. Nice try. I gave you that one. آقا بزن Freebie. نزنی خوردی. نگاه نزنی خوردی. حالا بزن. تو فقط یه مشت رونش میزنی. شاید قصت اومده خفه شبا. تو چیز زد That's خودش. not nice. Now hand me the artifact. آقا Alright, look. اینو This نمیخوام. nice astrolabe back home. سردرد Slightly شدم used. نمیتونم Give بخورم. it to you چه for ربط barracks. گرفتن. I have a better idea. برای اینو بخوریم. برای من هیچ نمیدونم. سر میزدم. برای این یعنی چی؟ نه کمندر خوبی گرفتم نه. Have you had enough? Or do you want to آی keep کی being منو smart زد؟ asses? لعنت میشناسم. You know, you're breaking a lot of expensive stuff in here.
you're not careful, they're gonna kick us out of here. اصلا زبان چی بود؟ اوکی تو جیب من It's in my back pocket. جیب پشت یه مربع دستت همینجوری Where بزنی is it? مربع رو که زدی این یه قرون تو دست شا میگیری اون بابا اگر کتک خورده بدن درد شده Just met your friend Nadine Ross. She's lovely. Yeah, there's total chaos out here. They're trying to keep me contained, but everybody's freaking out. I don't want to rush you. Hurry the hell up. Nathan, where you at? آقا من یه بار ویدیو رو ضبط کردم متاسفانه دست برادر من خورد البته یعنی خودم دست من خورد حذف شد دوباره چی کردم دست قبل نصف مخمورات کشتم نصف با اسلحه گرم بعد این دفعه میخوام فقط با اسلحه گرم بکشم یک شانو میرم یک آقا میزنه بزن نوب سگ پیش کن نکر بسه بود Hanging in there. I can't get to you from here. You got a way down? Yeah, I think so. Okay. I'll meet you at the driveway. Just head towards the ballroom. All right, see you there. راست این مخمانه بکشم چی بتا میگم میره نزدیک میزنی گردمش کنم Said the ballroom's locked down. Yeah, now that they know it's you guys, they cleared the place out. Ballroom it is. You get that, Nathan? Yeah, got it. این لوب سگ آدم سگ بگیره با نیت نزنه لوب سگ اوز تمام خفاشیانه کفاشیانه محمدیانه جعفریانه Almost to the ballroom. بچه ها نگاه مثلا میگن اینا تا اینجا باید از اینجا بری یا چند در قفل اینا تو اینا تا اینجا بری نگاه دقیقا تا اینجا با اینا یکی شد نگاه با اینا یکی شد تمام یکی هم میاد تمام حالا یک کاور میگیری درگیری شروع میکنی آقا کاور بگیر حالا نگاه یه تفنگ اینا رو برمی‌داری ای وای میخواستم بپرم وای اینجا کجا بود؟ اونجا بود آقا عجب بگیری اینم یک حرفه‌ای وارد میشی How's it going? I'm done with this auction, huh? Oh yeah, me too.
our backup? There's that fountain just outside the ballroom. I'll meet you نه there. فقط با من کار دارم Got it. میکنه Go. دیوای پول شبیه آقا این پلیرهای شاتگان پلیره کالاف بچه فکر نکن من کالاف هم بازی میکنم Sully, we're running out of time here. Hold on, kid. Nearly there. اینجا کالاف Hurt. You better hurry. آقا بدو آقا بدو بچه اینجا میگه شوخی میکنه میگه وای نیست و اینا بعد میگه من به این شریک بودنم اعتقاد ندارم بعد میره به زنش زنگ میزنه و اینا که میگه آره که کارم یکم طول میکشه دیر میام واسه کار قباسیش بعد از اونجا بعد این میگه آقا من مشکلی ندارم با این کار بعد یه دفعه میگه که آقا سم کمک میکنه تو کارمون بعد میگه باش بعد همه دست تو دست هم میرن یه جای خوب تمام یه خیلی چیز وقتگیر رو یعنی یه رب وقتگیریه اینم چه باگی گرفته آها درست شد اینجا رو رد میکنیم Scottish Cathedral. Strange place to bury your اینجا چرت پرینش نمیشه Not really. I think by the time Avery would have sailed here. بچه باید بریم اونجا اینو بهتون میگم باید بریم اونجا Plus with the massive bounty on his head. نه اونجا نه حالا نمیدونم خیلی خوب امیدوارم از پارت 4 بازی آنچارتد 4 خوشتون اومده باشه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره زنگوله بغل چنل بزنید تا ویدیوی بعد گود بای